سرایست جاسوسی ارتش اوکراین روز 19 فوریه سال 2024 به بخش اوکراینی BBC تصدیق کرد که جسد ماکسیم کوزمینوف پیلوت روس که یک چرخبال نظامی ارتش روسیه را با مهمات جنگی و دو سرنشین دیگر از جمله پیلوت زاده تاجیکستان خوشبخت ترسونوف را به اوکراین برده بود در اسپانیا پیدا شده است. این حادثه ماه آگوست سال 2023 اتفاق افتاد و کوزمینوف برای به اوکراینی ها سپردن چرخبال $500,000 مکافات گرفت. خوشبخت ترسونوف و یک پیلوت روس که کوزمینوف آنها را بیخبر با خود برده بود مقاومت نشان داده کشته شدند. اولین شده خبر کشته شدن این پیلوت روس در خاک اسپانیا را تلگرام کانال اورو اکسپرس با تکیه به منابع خود در گواردیای ملی اسپانیا نشر کرد، ولی پس از آن که رسانه‌های دولتی روسیه با اشاره به این منبع خبر پخش کردند مطلب خود را از صحیفه‌اش پاک کرد. این کانال اساساً به تبلیغ پیشرفت‌های ارتش روسیه در جنگ ضد اوکراین مشغول است. خبرگزاری اوکراینسکای پراودا نیز خبر داد که مرگ کوزمینوف در اسپانیا واقع دارد. این منبع با تکیه به جاسوس بلند مقام نهاد جاسوسی اوکراین نوشته است که کوزمینوف به جای آنکه در اوکراین باقی بماند با اختیار خود به اسپانیا رفته است. گذشته از این او در اسپانیا معشوقه سابق خود را به خانه‌اش دعوت کرده است که در نتیجه جسد او را باعث چند تیر پیدا کردند. رسانه‌های روسیه با نقل از منابع خود نوشتند که نظامیان روسیه ضمن یک عملیات برای ماکسیم کوزمینوف 12 تیر خالی کرده سپس با ماشین سرش را پخش کردند. درباره کشته شدن یک شهروند 33 ساله اوکراین در شهر لا ویلا خایس خبرگزاری اسپانی هنوز 13 فوریه سال جاری خبر داده بود. این رسانه نوشته بود که جسد یک اوکراینی را که با سلاح آتشفشان به قتل رسانیده شده است در گراژ منزل زیستش پیدا کردند. بنا به نوشته سرچشمه این شهروند اوکراین هنگام فرار از منزل خود توسط شخصان سلاح به دست تیرباران کرده شده است. اتومبیلی را که گفته می شود به کوزمینوف تعلق داشت و قاتلان با آن فرار کردند در شهر ال کامپلو در حال پیدا کردند که پوره سوخته خاکستر شده بود، ولی پایگاه خبری ایتالیایی به آن اهمیت داده است که سن ماکسیم کوزمینوف به 28 رسیده است و در خبرهای رسانه‌های اسپانی سن شخص کشته شده 33 سال گفته شده است. در رابطه به خبر مرگ کوزمینوف دو فرضیه مطرح است: انتقام نهادهای جاسوسی روسیه برای خیانت کوزمینوف و احتمال عملیات مخصوص نهادهای جاسوسی اوکراین برای بدنام کردن مقامات روسیه و منحرف ساختن آنها از ادامه تعقیب کوزمینوف. طور قبلا خبر داده بودیم 9 آگوست سال 2023 فرمانده چرخبال حربی می 8 ماکسیم کوزمینوف با پیلوت تاجیک خوشبخت ترسونوف و نیکیتا کریانوف زیر اطاعتش خدمت می‌کردند. چرخبالش را از ولایت کورسک روسیه به اوکراین برده به نیروهای اوکراینی تسلیم کرد. کوزمینوف آن وقت گفته بود که اعضای اکیپاژ از نقشه او بیخبر بودند و تسلیم نشدند. هر دوی آنها به نیروهای اوکراینی مقاومت مسلحانه نشان داده در نتیجه از بین برده شدند. از خوشبخت ترسونوف یک طفل 8 ساله یتیم ماند. مروارید مادیارو خواهر خوشبخت ترسونوف به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان در رابطه با مرگ ماکسیم کوزمینوف که باعث کشته شدن برادرش شده بود گفته است که روز خاین سیاه است. کوزمینوف دیده و دانسته برادر من و دیگر همراهان خود را فروخته بود. شرمنده‌وار به قتل رسید.